Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stoni aziz, ina marhamat mo joyda hastیم. نمی مهمانخانه ملک الفهد مسجد. امی جایی که مالیس نشان دادیم همین جایی صفا مروه جایی که داخلش همین ای وقتی که بیرش برآمدیم این همینجا ده دو تونل جای اتوبوس‌ها این همی مرحمتی خانه پیغمبر علیه السلام خانه عبدالله این پیغمبر پدر پیغمبر علیه السلام نامش عبدالله بود مادرش امینه وقتی که پیش تولد پیغمبر علیه السلام همین 2 ماه میمونه برای تولد شدن حبیب خدا علیه السلام پدرش در مکان یک جایی که نامش ابوه در سفر دنیا میگذره امینه مادرش در همین جا در همین مکان پیغمبر خدا را علیه السلام تولد میکنه حبیب خدا صلوات بر محمد اللهم صل علی محمد و علی آله